یالا سلام کاکایون. ها که جان شدی؟ یاری بخیر سلام یاری شکر زنده باشی. برو بخیر. این پریشه سفر دوری درازه کردی تو گیله. چه کار کنیم کاکا؟ میگو مشکلاتو هست دیگه. این چی رقمه که شما دو نفر آدم هم بودین ده بجی تو خوشفتر بوم شده گیله میگه من 30,000 روپیه تاون دادم. کاکا جو 10 بوچی به کجا بوده عزیزمه؟ 1 بوچی رو هم خدا میدونه پیش ما افتاده یا پیش همون آدمایی که به من متربار کردم همون 1 بوچی نقدشتن. او هم مرتکه گفته خیر لالا غمی نداره فدای سهر شما که افتاده. اشته که 30,000 روپیه بگه من تاون دادم. بشینیم گیل اگر می تو آدمی هست خلیفی می دو بچه ما هسته او هفته پیشتر همه به موتر عوارس که ما 16,000 روپیه برای مصرف کنی چی؟ گردن و من 1 گریپیه مصرف نکرده او پیش خو میگه همین چرکلای هسته این دومات بباشی تو بسر کلاوزی کنه کاکا مرتکال خودی پیار تو راستیه او دومات چمان خودی شما راسته من پیری 20,000 هم برای پول خرجی میدم گردن و من غیر از نون چای و نون دوغ نمیفهم چی و چی اگه چشک چلو بخوری اگه ما دیگه چی دیده باشیم کشیم کاکا این پیری 5,000 روپیه اون مصرف نداریم چه ما میگیم 20,000 5,000 آخ 30,000 روپیه گیله میگه من تاون دادم دروغ میگه کاکا و دومات شما هست خودی شما راست نیه اون اگه بغیر نمیدیم میاد روی به طرف را خوب چشم بید کاکا اما ترپیت شده من میرو که چی میدوستم برفته بیامده میبینه پلسیک ماس به دستی با ما ماس آورده امینایی که خودی بارم کاکا همین موتردارا دیگه ای که قلب میدن خنده گرداغو گرفته داشتم ای بشه ماس میره ما میاره ماس استنده ماس استنده آخ من 20,000 پول خرجی هم دادم برازی ای که کاکا میره ما میاره 5,000 روپیه مصرف نمیشه 5,000 روپیه خلاصی اخبار به شما بگم همین دومات شما اثر موتر میزنه کل موتر میزنه تیلا میزنه بارا میزنه از اون پیش موتر به در میشه و دون به موتر ختم میشه کاکا جو این که برابری اکثر تو جان خودی شما رات نیه تو چی میگی؟ آخوی دومات من آخی کاکا من خودی رو تیر کردم من به همین راه آیو خودی رو میرم و میآیو دومات به ای تو کو همین کف دست خو معدلی نمیشناسو برم تو بسر کف دست خو بیشتر باشه میشناسو برای زنگ زنم همون برای زنگ زنم وای ایراد وطن من خونه بدن من ایراد وطن من خونه بدن من آهنگ تو گل کرد اندر سخن من آهنگ تو گل کرد اندر سخن من ایراد به نام پرشکویت بمیرم بم دشت دیار سنگ کویت بمیرم سبزتر همیشه باشی وطنیم بم غیرت مردان دلیر بله کاکا خسور سلام سیاری جانجوره سلامت باشین زنده باشین ما به خونه ایم کاکا خسور خب ها انشالله به خیر خیرت برفتیم بیامدیم دیگه این پیره شکر عوارض چیزی نکه کاکا همین مسئله همی 10 بجی تخم شفتل بود که همینا گم شد که مسلمونم بازم خیلی میشد حقیقت رسی گفته خیلی حاله که چه شد همین نیمانی میساب کنیم انا مثلا چه شد 30,000 روپیه ما تا اون دادم انا 30,000 هم میتی چیزی به جمع خود شد انا دیگه هیچی دیگه شکر عوارض نکرده کرایه هم بستم ماش کجیر هم بدادم آخه شما همین کجیر صحبت نکرده بیدین که برج 5,000 برای میدم برای بده یعنی چیز هم بده پیری 3,000 هم بخشیشی بده خب باید خودی کله گنده خب یار سخت شرایطی شده سی کتو
میگه کاکا ما به ما گفته که به تو 6000 بدن 4000 هم به تو گلک بخشیشی بده. البته یک کابل مزار که میره 6000 هم مزار بده 6000 هم به تو معاش بده. سعی کنی که یا پیش کاکا خو غلطی میزنه یاره این پول به تو علاره. خو یعنی بودم بریو همین چیزی که شما میگین خب شما که با میت گفتین از این به بعد مشکلی نداره بودم هرچی مایه خوبه کاکا خوشو. خب حالا فرضیات بکارم که میبیم مسئله شما کار دارم زودتر که خیر بینی کار ضروری داریم خوب گپ بینیه خدا حافظ. کاکا خسرو رو میگم بیا بزی سرا ما خیریت باشه برون کنیم شاید کرایه کمه رای کردم البته کرایه خود اولا کردم ولی نواد کرا نستم دیگه با مگرم باقی کرا نستم با مگرم ترکش پول مولان از این این برون بزی سردفتی بزی پول بستم با من بچه ها خورای کنیم برای مرد کار کدگه تا بم سال به 12 هم یه عباس بخود تا چون تیپ میزنم و خیافت یار میکنم با مگرم ما برون برد کار ازی تو دیواله برو برو کاکا برو کن گلک بیاد مزه سوال جواب کنم از ابونی و کاکا ولی چی نگیم با نمیگم با برو خودی ما تم تر به هم افته نه نمیگم برو خوبه من دیگه جمع باشم جمع باشیم برو خدا حافظ کاکا جو خوشم دیگه باشی بیاه این دوماد باشه و سهمی که کلا بزی کنه وای 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 تو بیا اعتماد کن به کی اعتماد کنم من یالا بیاین دوماد فرار بیاین او دوماد ماموله سلام علیکم کاکا خسرو اشتم میگم دل این حتی چیه رستی؟ شکر سفرها بخیر به بعد بخیر اشتنی خیریتی آماده شکر بخیر خیریت برفتیم و بیامده میگم گله همین مسئله این دویجی تخم شفتن چی رقم بده؟ چی رقم افتاده بیده از دوم موتن؟ نمیفهم کاکا خسرانه کجیره بزو گاهی وقت میگم کجیره میتم کمک تنبی هسته خوب انا بزو میگم تاشو پی زیر موتر اینا سی کنه بغل بغلار سی کن مثلا او که پنچری و تشکارانیه همین بغل بغلار موتر سی کن کاکا یک دم به راهنما سی میکنم که من مثلا میگم به اسپی ندیم کجی سی میکنم به دروازه خشکه که دوم موتر افتاده؟ نه دوم به موتر نفتاده انال همین که تمیشه موتر که ما آسته میرم به زیرا که بار که داشته باشم خیلی آسته میریم دیگه هرچی میرم بگیر یک و دو انا این به می تا شدن خب به می آسته که می آیه یک دم راهنما سعی میکنم که مثل چوغو که منه میشه اونجی با نیم ساعت مثل کن که تایی با قدم زده من میخواد می آیه آخر میگم برو در بگذار من تمیشه میرم موتر سعی میکنم حواس ما نبیدن در بوجی شفتل بفتاده بیده بازم بارک الله مرتگه خیر بینه خدا خیر بده که گفتگان برادر یا مخاطر گل روی تو کجیر آن 30,000 شما بدیم 30,000 روپیه هم من میدم تاون مینا 30,000 تاون دادی 30,000 روپیه تاون شفتلار دادیم چیکار هست دیگه کاکا ایت گپا میشه بر را میشه شما دو نفر آدم پس شما چرا دو نفرین؟ خب کاکا کجیر نمیتونه تنبیه کاکا جو کتا میکنم پیاده خودی موتر میتونه بیایه باز ما نگاه با موتر تر پارکش کرده نبوده بوده خوب پس چی رقم میفتاده؟ من نمیفهم از این بغلای بیشتر بفتاده با 30 بوجی 10 بوجی 10 بوجی. نه 10 بوجی 30,000 تاون داده دوم موتر در که بارگیری کردیم دوم موتر هم تر پارکش کردیم بفهمیدی؟ یکم کاکا خسرمی روز پولا شما رای کردم 4 روز 5 روز پیش 5 روز پیش رای کردم دیگه روز پنجشنبه برای بستون نباس اونا بستون نگاه بله میگم راست حقیقت رو بگو چی؟ من میتونم بالای تو شک کردم گیلم چی شک مثلا؟ من به ما گفتم دا بفهمیدی که همین 10 بیجی تخم شفتن 1 بیجی افتاده بیده 1 بیجی هم شما ببخشیدی بیده من یا پیش کارگارا خراب شده اشتباه شده بیده یا طرف پیش من یک دونه تخم بیجی شفتن که بفته تا اون نمیستانم من دیگه 30,000 خب همین چی رقم بیده حقیقت راست و حقیقت یعنی کاکایی تو که پس های
دوماد آنی دروغ میگه. عباس بابا دوماد دروغگو میکشین. نه حرام میخوره. آنی عباس ای بابا دیگه من کاکا خصوص آنه دیگه بس که من نیکی کنم ما همون زهرا میریم بمی را میریم هر دم ما تمشون اگر نه وظیفی شاگرده که مثلا تاشه برد موتر سعی کنه خب نگم داد من دا بجی شفتار مرتگه گم شدم اون زد گریه کردم بمی ریش شلام بمی جوانی اون زد گریه کردم با سعی کتو آنه یه پیار تو من دوست میگیرم نگم یعنی من یک چیز لقمه نون علوم میبرم بخونیم من یک چیز گفتم من 20,000 پول خرجی میدم برای دیانو میدم ها من ماسای که تو باز شب زمستان که خوردی من چی خبر دارم کدوم ماسا کم برفتی را ماسستونی رو بیاردی و کاکا خصوص سعی کنیم میگه شاعر گفته به هر چمن که رسیدی گل بچی و بچی آفرین با پای گل بشی نشی که تور میزنم خب انال من همین شکم لعنتیمه که سوخت دل میشم من دیگه به بار کردن نمیخورم مگر من ترک کجی رو یک دیگر بکشم یا ماس میخوریم یا خامه میخوریم اگه هوا گرم باشه دو خیال میکنیم میخوریم مثلا شما پول ماما میدین چی کار دارن دیگه ماما ما هفته پیشتر متر چه عوارض پیدا شده چی رقم شده عوارضی رو عوارض چی رقم عوارض کرده گیربکس خراب شده بود 16,000 چند مصرف شد چرا دروغ میگی تو یه من خبر نمیشم ثانیه به ثانیه به من خبر میای یعنی بیشتر برای چیه یعنی من میجونم گفتم ثانیه به ثانیه دقیقه به دقیقه به من خبر میرسه نه من که میجونم گیلک به کجا رسید گیلک چکار کرد گیلک فلان کرد همه چیز به ما میگن یعنی پاسیت شما میگم اکرای شما میزنم من میجونم ها دیگه از همه چیز میزنی بچه جان خلاصی اخبار بابا بله بابا. چی بعد گپ کم کو کارو تعویش میزنم اول ببینید گپ کم دل دیانت دیگه پا به من بابا گیربکس میگه خراب نشد. برای پیش میستری واق کن اگر نمیندخت گیلک نمیندخت گیربکسه نه عباس یا برای چیه؟ برای زنگ زدن. ثانیه به ثانیه به من زنگ میه معلوم کنیم ایتا یک بوجی تخم شفتال نفتاد بی خیر از یک بوجی میگم بفتاد دورم ساگو مسکه ببست اگه معلوم خوریم ایشتا سیاه داری بکنم دختر بابا برسه میگه بمی برسه چند ماش بیاره میخونه دختر من قصر تو چیزیه دیگه بعد دختر شما معلوم خوریه دیگه وقتی تو پیل حروم ببینی هم میخوره چی خبر ده که این نیکی همه چی نیکی کردی همه؟ عباس بیا بریم به سلامت مخی که نیکی کرد نیکی کرد چی نیکی کردی؟ وقتی بریم کلیه موتر شما نونو به دست برو بسو کلیه موتر رو بیار مخی بابا مخی بیا وقتی برو کلیه موتر رو بیار میگه نیکیه وقتی برو بیا عباس بیا که یک دقیقه دیگه موتر نمیچونم بیا کی گفتم؟ برو می کلیه موتر رو بیار خب بگین شما. خود تو چی کرده برو کی گفته و تو مربوطی نیه که گفته با من خبر دارم دقیقه به دقیقه به مزامیه به این گوشی که من 20,000 پول خرجی میدم میرن شب زمستانی سا کنم ماست بخوره